تشکر میگویم به شما. پاپوری گلچین آهنگ ها بود که عزیزان دل ارکستر استرادی فاکولته صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان با نام استاد طلبخوجا ستارов اجرا کردن. آفرین میگویم به هنرتان. خوش آمدید به تلویزیون سفینه. خب و درود و سلام میگویم به همه شما بیننده های همیشگی برنامه های تلویزیون سفینه. گروه ایجادی تلویزیون سفینه همیشه کوشش میکند که با برنامه های رنگینش قلب شما را تسخیر کند عزیزان دل، زیرا که این اجرای رسالت کسبی ما است و خیلی خوشحال میگردیم هر سبت برنامه، زیرا با شما روبرو میشویم توسط برنامه‌مان با همین یک بهانه که خیلی برامون خوشایند است. و این شام در برنامه‌مان مهمان داریم عزیزان دل، رامشگران و آوازخوانان ارکستر استرادی فاکولته صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان ملام طلبخوجا ستارов را که خیر مقدم میگم همه شما را در حضور من نشسته است. دکان فاکولته صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان خوشنود شریف و همچنین یعنی دودر گرامی قدر ما خیرالله مرادزاده. اکوی خوشنود جان بیاید یک سلام و یک پیام برای مردم بگویید و بعدا پای صحبت می‌کردیم. اول تشکر به شما که ما را با برنامه فضا دولت نمودید. دیوم سلام عرض میکنم به کلی مخلصان تلویزیون سفینه و خصوصا برنامه فضا. تشکر. صحتمند باشید. گلچین آهنگ‌ها رو چقدر وقت آماده کردید؟ راستی ما همین سال با دستگیری رکتور کنسرواتوری ملی پروفسور دوستیزاده میرعلی تصمیم گرفتیم که ارکستر استرادی رو در فاکولته صنعت موسیقی استرادی تأسیس نماییم. در اینجا رامشگران هستند از فاکولته صنعت موسیقی استرادی، اینچنین نوازندهایی که اسکریپت کمی نوازند اینها از فاکولته اجرا کنندگی هستند. با حیث ایلوستراتور در فاکولته صنعت موسیقی استرادی در همین ارکستر ما کار و فعالیت میکنند و راهبری این ارکستر رو عمر جورابک به عهده دارند که با نوازندگان تمرین میکنند. در این ارکستر به غیر از خیلی که گفتم ایلوستراتورانی که از فاکولته اجرا کنندگی هستند، استادانی همین فاکولته هستند، استادان بسیار وای دارند، لایقت دارند با دانشجویان کسب نازکی کسب خود را در این ارکستر تمرین میکنند و از نازکی همین کسب با آنها آگاهی میدهند. بله. با این گلچین آهنگ ها رو مخصوصا برای برنامه فضا آماده کرده. گلچین آهنگ ها رو راستی گپ ما بخشیده به روز جوانان که در تالار کلان کنسرواتوری برگزار گردید، ما یک کنسرت عبارت از 8 برنامه داشتیم. بسیار برنامه رنگین خوب بود. باز این برنامه رو خوبتر تمرین کردیم و در کنسرت یک بار نواختیم و دیدیم که بسیار مخلصان پسند آمد و با برنامه فضا پیشکش نمودیم. بسیار خوب است و بیننده های عزیز، ارمغانی که همین شام گروه ایجادی ارکستری خوب استرادی فاکولته صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان با ما و شما هدیه میکنند، گمان میکنم که خیلی رنگین است، زیرا که از آغاز دلچسب دلگرم کننده است. نغمه ها خیلی گوناگونند و واقعا هم گمان میکنم که یک شام خاطرمان برای ما و شما خواهد بود. خیرالله دادر عزیز، بیاید شما هم صحبت کنید که کرسی چند هستید، خب چگونه داخل شدید، چگونه است با این یک گروه کلان کار کردن؟ اولا سلام خود را عرض کردنیم به همه کلی تماشابینان تلویزیون سفینه. من مرادزاده خیرالله هستم، دانشجوی کورس یک فاکولته صنعت موسیقی استرادی. من همین سال با کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان حجت سپاری نمودم، قبول گردیدم و با طرز رایگان این زمان تحصیل کرده ایستادم. میخوام تحصیل را دوام دهم. چهرهتون خیلی شناس است دادر عزیز، چون گاه در آزمون‌های سطحی جهانی هم دیدگی هستیم، همچنین در آزمون‌های جمهوریوی هم دیدگی هستیم. بیاید خود شما قصه کنید برای مردم، برای بیننده ها که خب اشتراکچی کدام آزمون‌ها هستید، اونها چگونه گذشتن، خب شما چگونه اشتراک کردید؟ من در سال 2021 در آزمون لایحه بین المللی روزکای پیسنیا اشتراک کرده سزاوار جای دوم گشتم و این زمان باشه در آزمون بین المللی شو سنترال ایژز گوت تالنت اشتراکچی هستم. چند نوبت گذشتید؟ یک دور در جمهوری تاجیکستان، یک دور در جمهوری قزاقستان اشتراک کردم و سربلندانه بهای بلند را به دست آوردم. حالا در پیش 2 تور دیگر است. بسیار خوب است. چگونه اشتراکدارانی که در برد بودن فعال نوکیشان، هنرشان کم کم ترس و هراس فرا گرفته است؟
рости дар ҳамин ду давре ки ҳам дар ҷумҳурии худамон ва ҳам дар хориҷа гашт баргузор гардид. аз мобайни ҳамин иштирокчиён танҳо иштирокчионе ки аллакай маҳорат варзӣ кардаанд ва дар саҳна тарс надоранд ва маҳорати онҳо дар сатҳи олӣ аст, ҳамонҳо танҳо роҳ ёфтанд ба ин давр. то чанд ҳамин даврҳо зиёдтар шудан мегиранд, албатта тарс ҳам зиёдтар мешавад, чунки мушкилтар мешавад. бале бале. хуб ба ҳар сурат умедвор ҳастем ва бовар дорем ки додари азизи мо ба қуллаи мехостааш мерасад. хуб бисёр хуб, бо чӣ тарона омадед ба барномаи фазо? ман бо суруди душанбе ба барномаи фазо омадам. оҳанги Фато Одина яке аз барҷастатарин композиторони тоҷик аст ва шеъри Сайдалӣ Маъмур аст. оҳанги Фато Одина ки айниҳол иҷро мекунам. бисёр хуб. пас бинандаҳои азиз, мо шуморо зиёд мунтазир намесозем, чун барномаи зиндасароӣ аст ва албатта гумонам ки ҳоли ҳозир хумори шунидани тарона доред. бадин хотир Хайрулло Муродзода, донишҷӯи факултаи санъати мусиқии эстрадии Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Устод Талабхоҷа Сатторов омода аст ки армағони шомгоҳиро ҳадя бисозад. دوشنبه حسن روی تو دل میبرد، دوشنبه رنگ و بوی تو دل میبرد، شهر سبز و شکوفان من سیر کوی تو دل میبرد، شهر سبز و شکوفان من سیر کوی تو دل میبرد، شهر پیمان من دوشنبه در دل و جان من دوشنبه، پایه‌ی وحدتی تاجیکان در دل و جان من دوشنبه. دوشنبه دلکشا هر خیابان تو، دوشنبه دل را با باغ و میدان تو، عاشقی روی گل دختران نسل سامان جوانان تو، عاشقی روی گل دختران نسل سامان جوانان تو، شهر پیمان من دوشنبه، فخر دوران من دوشنبه، شهر پیمان من دوشنبه، فخر دوران من دوشنبه، پایه‌ی وحدتی تاجیکان در دل و جان من دوشنبه، پایه‌ی وحدتی تاجیکان در دل و جان من دوشنبه. دوشنبه بهر فردای پیر و جوان، دوشنبه بهر فخر همه تاجیکان، در جهان با بزرگان خود تو بمان در امان جاودان، در جهان با بزرگان خود تو بمان در امان جاودان، شهر پیمان من دوشنبه، فخر دوران من دوشنبه، شهر پیمان من دوشنبه، فخر دوران من دوشنبه، پایه‌ی وحدتی تاجیکان در دل و جان من دوشنبه، پایه‌ی وحدتی تاجیکان در دل و جان من دوشنبه، در دل و جان من دوشنبه، در دل و جان من دوشنبه.
باور داریم بیننده‌های عزیز که از تماشای برنامه ما خسته نگردید، زیرا که برنامه زنده سرایی است و همین گونه مهمانان پی هم آماده‌اند که روی صحنه بیایند و برای ما ترانه سرایی کنند. نفری که الحال وارد استودیو گردیدند رامش تورسونوف، ایشان نیز گمانم دانشجوی کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستند. در فاکولته صنعت موسیقی استرادی کورس دوم تحصیل میکند. تورسونبоев ромиш. ما همه ساله در کنسرواتوری آزمون داخلی میگذاریم. امسال در آزمون داخلی اجرا کننده بهترین در نامیناسیای سرایندگی استرادی جای یکم رو اشغال کرد. بله، با همین سرودی که امروز در برنامه فضا آوردیم، همین با همین سرود جای یکم رو اشغال نمود. بیاد از خود رامش میپرسیم که علم آموختن، هنر آموختن در یک بارگاهی که قریب همه آموزگاران کسبی، همه هنرمندان کسبی تعلیم میدهند، شما رو چگونه است؟ چی آموخته در فضای همین نمیدونم 1 سال یا 2 سالی که تحصیل میکنید؟ چی آموخته؟ چی نازکی دارد ژانر استرادا به نظر شما؟ از اون آموخته هایتون بگوید. گمان حال حاضر همه‌شون ناموخته اید، ولی از آموخته هایتون بگوید چی رو از بر کردید، چی رو توانستید از خود کنید که برای کار شما آسانی بیارد. طول 2 سال از طولانی بالان تجربه خیلی نازک‌های انسان‌ها رو آموختیم و می‌خواهم که زیادتر شود. کار کردن با دانشجویان، با هنر آموزانی که نو قدم می‌گذارند چگونه است در ژانر استرادی منظورم؟ راستی اینها در نقشه تعلیمی بسیار درس‌ها رو می‌خوانند وابسته به موسیقی، یعنی سالفیجو، گارمونیا می‌خوانند، خوری عمومی می‌خوانند و نگفته نماند که تورسونبоев ромиш شاگردی هنرپیشه جمهوری تاجیکستان اسمت الله خالقов میباشد و با این کس از تجربه و ملکه خود درس میگوید. سال اولی که آمد راستی تورسونبоев ромиш نه اونقدر آوازی کشادی خوب داشت، ولی در تمرین های همیشگی که این کس بسیار سعی و کوشش دارد، خودش کوشش زیاد دارد و بسیار سال یکم کمتر مشکلی ها بود. از سال دوم جدی رفتار کرد و با استادش بسیار مشق تمرین آواز، مشق آواز بسیار کرد. امسال من همین نتیجه زحمت و مهنت شبانه روزی بود که در آزمون داخلیوی کنسرواتوریا در اجرا کننده بهترین در نامیناسیای سرایندگی استرادی جای یکم رو اشغال نمود. بسیار خوب. پس رامش حال حاضر به برنامه ما یک ترانه آورده است که با این ترانه در آزمون داخلی کنسرواتوری ملی تاجیکستان خب در نامیناسیایی که ایشان اینجا قید کردن سزاوار جای اول گردیده است و چون ارمغان شامگاهی در برنامه فضا همین حالا تقدیم ما و شما میسازند و ما و شما یک جای تماشا میکنیم. ای ستاره ها شراره ها با مهی فلک ام کناره ها، با مهی فلک ام کناره ها. ای ستاره ها، ای شراره ها، ای ستاره ها، ای شراره ها، با مهی فلک ام کناره ها، با مهی فلک ام کناره ها. ای ستاره ها، ای شراره ها، ای ستاره ها، ای شراره ها.
سربلندی و اشوهایتان چیست معنی نگاهتان سربلندی و اشوهایتان سربلندی و اشوهایتان سربلندی و اشوهایتان ای ستاره ها ای شناره ها ای ستاره ها ای شناره ها با مهی فلک هم کناره ها با مهی فلک هم کناره ها ای ستاره ها ای شناره ها ای ستاره ها ای شناره ها از شما بلند از شما فزون من مقامی خود بینگرم کنون از شما بلند از شما فزون از شما بلند از شما فزون از شما بلند از شما فزون ای ستاره ها ای شناره ها ای ستاره ها ای شناره ها با مهی فلک هم کناره ها با مهی فلک هم کناره ها ای ستاره ها ای شناره ها ای ستاره ها ای شناره دوستان عزیز، از روی رویخطی که پیشنهاد کردن مسئولین برنامه امروزه مخصوصا دکان فاکولته صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان نفر نوبتی اسمشون سروینوز سمیوا. خوب مرحبا، شما امکان دارید که یک سلام برای مردم برسونید، بعدا بگویید که با کدام ترانه آمدید به برنامه ما. سلام و درودی خود را با تلویزیون سفینه و برنامه فضا میرسونم. من در برنامه شما با سرود مادر ماما. بسیار خوب، این سرود را کی آماده کرده از شما؟ همچون استاد این فاکولته شاید خوبتر بدونید. این سرود شاید بازخوانی شده است، نمیدونم. این سرود بازخوانی شده است. این سرود را راستی گپ در ما وقتی تمرین در ارکستر استرادی با خلاصه اومدیم که در کنسرت ما با چند زبان سرودها پیشکش کردم، از آن جمله با زبانی روسی. بعدا ما سروینوز دو سرود پیشنهاد کرد، یک سرود تاجیکی و هم خوب سرایید، این سرودی روسی را نیز خوب سرایید و این شعری که انتخاب کرده است شعر و آهنگ زرین تیریزه می باشد با نام ماما و وقتی تمرین بسیار خوب صدا داد با همراهی ارکستر و ما این سرود را انتخاب کرد. و گمانم که برای رنگ و رنگی برنامه فضا بله با برنامه ما آوردید. خب گمانم که حال حاضر اگر آماده باشن سروینوز، بیننده های ما آمادن که این ترانه را بشنوند، چون همین گونه خیلی کم است که با برنامه ها با سرودهای مثلا زبان های خارجی می آیند و زنده بسرایند. خب خاطر مخلصان را شاد میگردانند و همراه دسته هنری که آمادن می نوازند، اینها می خوانند و ما و شما بیننده های عزیز حلاوت میبریم. مرحمت.
душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало. Бог хранит тебя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их разлуки так мне не хватало. Бог хранит тебя. Мама мода, Анне умми, ты родная, нежная моя. Мама мода, Анне умми, ты неповторимая моя. Улыбнешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой и года не старят, серебро в висках устает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог хранит тебя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Лучше мамы не найти подруги, Бог хранит тебя. Мама мода, Анне умми, ты родная, нежная моя. Мама мода, Анне умми, ты неповторимая моя. Бог хранит тебя, мухаббат моя. Бог хранит тебя, мухаббат моя. دوستان عزیز، برنامه ما امروز رنگ و رنگی خیلی زیاد داشت، چون که آوازخوانان جوان، دانشجویان خوب فاکولته صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند و چندین ترانه ها را سراییدند و در انجام مهمان نوبتی ما از سارمان جان تقایف که خودش ما سارمان را نغز میشناسید، اشتراکچی چندین آزمون ها در کنسرت ها برآمدهای خوب دارند و سارمان هم بیت شما در انجام برنامه یک سلام به مردم بگویید و بگویید که با چی ترانه آمدید. اولا سلام خود را به کل تماشابینان تلویزیون سفینه میرسانم و بعدا سرودی که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جای اول را اشغال نمودم با همون سرود در برنامه ما آمدید. بله. خب سرود چی نام دارد؟ سرود من جوانم. من جوانم. بله. خب زحمت زیاد کشیدید برای آماده کردن این سرود، چون در آزمون اشتراک کردید. بله بله. کاری آسان نبود اونجا. بله خیلی زحمت کشیدیم. از استادان کی کمک کردن؟ استاد خوشنود شریف برای شما کمک کردن البته. بسیار خوب. درباره هنر و مهارت ساربان همچون استاد کسبی چی گفتن میتوانید؟ ساربان طولی 4 سال میشود که در فاکولته صنعت موسیقی استرادی در شعبه سرایندگی استرادی تحصیل مینماید. این سال با بهای اعلی کنسرواتوریا را ختم نمود. وقتی که همین آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که با سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سر کار آمد
و من با سوربون جون توصیه دادم که در این آزمون اشتراک کند. ولی بله اشتراک کرد و در دور نهایی و ما راستی گپ با چند سرود تمرین کردن، ولی همین سرود رو با همراهی ромишгарон вақте ки навохтанд мо ҳама ба як мақсад омадем ки ҳамин сурудро ман ҷавонам ба қалами шоири ширинкалом равонашон шод буд лоиқ шералӣ оҳанги зикрулло ҳакимов ва дар тоҷикистон ватани азизи ман ҷои аввалро ишғол намуд. ва баъди хатм мо тавсия додем ки сорбонҷон тағоев ба магистратура низ ҳуҷҷатҳои худро супорад ва ҳунари худро боз ҳам сайқал диҳад ва дар рушду нумӯи санъати тоҷик саҳмгузор бошад. саҳми худро гузорад. ташаккур барои шумо мубаррор мехоҳем ба шумони Сорбонҷон ба дастаи ҳунарӣ барои иштироки фаъолашон дар барнома. хуш омадед ба умеди ҳамкории доима, ҳамон ба умеде ки шумо таронаҳои зебо омода бисозед ва тариқи барномаи мо ба бинандаҳои мо тақдим бисозед то мардуми кишвар хушҳол бишаванд. сиҳатманд бошед. бинандаҳои азиз, ин ҷо расидем ба анҷоми барномаи имрӯзинаи фазои телевизиони Сафина. хуб таманно мекунем ки то барномаҳои дигар соқу саломат ва бардаму солим бимонед. ҳамеша тоҷикистони азизи мо обод, ба парчами ватанамон парафшон. суруди анҷомиро месрояд Сорбон Тағоев то барномаҳои минбаъдина. دوامی روزگاری رفتگانم، من نشانی آدمانی به نشانم، من به هر یک عسکری از یاد رفتم، یادگاری به گزندی جاویدانم. من جوانم، من جوانم،
بود ناموسونم داشونم همچو باید زن شود در دوامی شروعایی تمام مرده ها با آرزوهای دیگر زنده میگردند در سیمای من روزی جشن و سرور روزی تنتنه میدهند آواز در آوای من دوامی روزگاری رفتگانم پاسبانی خاطری قربانیانم بعدی هر یک عسکری از یاد رفته پاسبانی زندگانی بود زمانم من جوانم من جوانم من جوان من جوانم من جوانم من جوان من جوانم من جوانم من جوان